حیدری بابا یه مقدمه بگو بازارگرمی کن تا من بعدش شروع کنم. این دور با توجه به تعدد و تکثر نامزدهای محترم تایید صلاحیت شده طبیعی بود که امکان برگزاری مناظره 2 به 2 با توجه به محدودیت زمان امکان پذیر نبود. رسانه ملی تمهیدی اندیشید تا مناظره جمعی رو برگزار بکنه. صمیمانه آرزو می‌کنیم و تلاش خواهیم کرد انشاءالله مناظره‌ای در تراز شخصیت‌های برجسته کشور برگزار بکنیم. آره تو گفتی و بقیه هم باور کردن. ناکس بازارگرمی درست حسابی که نکردی. مدلی که امروز تقدیم شما میشه حاصل و برآیند هزاران نفر ساعت کار کارشناسی کارشناسان و مدیران برجسته رسانه بوده. بس دیگه بیشتر حرف بزنی خراب میکنی. بیا همینجا بشین کنار دست منو معرفی کن تا شروع کنی. آقای دکتر به بنده کمک خواهند کرد. مورد شروع تو ببرم با این معرفی کردنت. مقدمه رو خودم دوباره میگم این خراب کرد. نگاه کنین خرداد ماه همیشه ماه تقلب بوده، از زمان درس و مدرسه و اینا تا انتخاباتی که مقام عضو برگزار میکنه. وضعیت انتخابات هم که مشخصه، بیخ ریش مقام عضو و داستان جراحی اونا. اون که رفسنجانی بود به دلیل اوضاع بیریخت نظام مقام عضو نذاشت از فیلتر شورای نگهبان رد بشه. الان دیگه با وی پی ان هم نمیتونه این فیلتر بشکنه بیاد تو. یه بازی خداحافظی هم براش نذاشتن. پس ما موندیم و همین 8 خیار بیخاصیتی که این طرف اون طرف میبینی، از اون محمد عوضی و اون خالیباف و اون شیخ فریدون و جلیل موجی و اینا. اوه برای خودشون دیریم تیمی هستن دیگه. هر کدوم نگاه میکنی ساب کن تو این چیزا که نمیخوام واردش بشم. هر یکیشون برای داغمون کردن یه انتخابات و یه مقام عضو بسن. به هر حال من اومدم اینجا یه طوری این قضیه رو آبرومند رد کنیم. به جلیلی تو حواست تو بیشتر از بقیه تهدید داری دیگه. یخت موجی هستی در و دیوار قاطی میکنی. تو حواست به تهدیدات مقام عضو هست این وسط. میفهمی انتخابات چیه؟ ما این رو یک فرصت میدونیم یا تهدید؟ به نظر میرسه این یک فرصت هست. واقعا که موجی هستی. ممکنه برای تو ندید بدید یه فرصتی باشه، برای اون بدبخت و عضو که از چالش هم اون طرفتره. محمد عوضی تو بگو ببینم چی گفتی به خودت؟ یعنی چی جوری شدی باید تو انتخابات؟ چی به خودت گفتی که رود شد بیای تو این عرصه؟ ما عقب افتادیم. شانس آوردی که جلو دوربینی. به این میگن مسئولیت دوربینی. جواب مناسب و بعد از برنامه بهت میدم. خدا به ما رحم کنید با این کارایی که کردی. نه با کارایی که کردی، با کارایی که من قراره بکنم خدا به رحم کنه. بدبخت بیچاره. خدا رحمتت کنه. در واقع تلاشمون این بود تا قدرت تحلیل و همینطور برنامه‌های کاندیداهای محترم رو که مردم مقایسه بکنن و بر اساس اون تصمیم بگیرن. ما جنبه‌های دیگه‌ای از توانمندی‌ها و قابلیت‌های کاندیداهای محترم رو همزمان خواهیم سنجید. میریم بخش دوم رو آغاز بکنیم. فقط قبلش من یه توضیحی رو بدم. ما یعنی صدا و سیما باید این 8 نفر رو رئیس جمهور بدونن. بله همینطور. و خودشون باید با خودشون گفتگو کنن. ببینید بله. 8 نفر رو باید رئیس جمهور شما بدونید. بشین بابا تو هم خودتو لوس نکن دیگه. واسه ما حالا ما هر چی نمیگیم این زبون در برده. کلا بحث صلاحیت و کی رئیس جمهور میشه اینا رو زیاد بحث نکنین. بحث تایید و رد صلاحیت که زیاد بشه این جنتی هوش حواس و درستابی نداره ها. قاطی میکنه. یه وقتی دید به جای لیست تایید صلاحیت شده ها نتیجه نهایی آرا رو اعلام میکنه. گیجه. خلاصه حرف نزنین زیاد. حیدری عکسای کودکستانی رو نشون آقایون بده. اون ساختمونه رو که عکس مقام عضو امام روش نشون بده ببینم این محمد عوضی چی میگه. 2 پدیده شوم پشتش میبینم. خجالت بکش ناکس. همه چی که نباید به اون زبونت بیاری. یه جفت کشیده طلبت که به عکس امام و مقام عضو میگی 2 پدیده شوم. یکی به خاطر اینکه با این حرفت توهین کردی به مقام عضو و امام، یکی هم به خاطر اینکه اسرار نظام رو لو دادی. ناکس. یه سوال دیگه نشون بده. عکس ساعت عمر در گذار است و بایستی که آماده بشی. و انضباط و مدیریت در کار.
خاک بر سر همتون که همتون با هم پرت و پلا گفتین. یه عقبه رو 7، یکی رو 3، خب میشه 73. یعنی سن اعلام شده مقام عظما. البته یه 2-3 سال کوچیک اعلام کرده اسم خودشو که بعدا یقهشو نگیرن که خودت هم رد صلاحیتی. شما که فک و فامیل عظما هستین سنشو نمیدونین، پس چه غلطی میکنین؟ اقلا نصفتون فک و فامیلش هستین. برش کن. اون عکس بعد جراحی انتخابات رو بده ببینم چی میگن. محمد عوضی یه فرصت داری برای جبران. به حال بیمار که باید گریست. دکتر عزیز ما بایستی که تمام زندگیشو صرف بکنه تا اینکه درمان کنه. بعد نبود یه قرونی از بدبختی ما رو فهمیدی این وسط. ایدری خداحافظی کن که سن دیگه صحبت نشه. ساکت. میگه ما در چه کنکوری در چه آزمونی میخوایم شرکت بکنیم که چرا تست شما میگید یا باید بگین آره یا خیر یا نظر. من اجازه بدید من به احترام ساکت. دارم میگم ساکت. خوب همگی ساکت. مگه نمیدم همتون عدم رد صلاحیت کنن فکر نکنین اینجا یه حرف هست. ایدری خداحافظی کن. باز هم متشکرم از بینندگان عزیزمون، هم تشکر میکنم. خیلی ممنون که تا به اینجا همراه ما بودید. همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.